برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به تماشابینان شبکه یوتیوبی پیام تیوی و تلویزیونی تیپیلیوس. به برنامه تحلیلی خبری دیدگاه خوش آمدید. در استودیو با شما شوکتی محمد هستم و در برنامه امروزه از پرزیدنت پولی گپ میزنیم. پرزیدنت پولی که رنجش را هر صاحب کاری وطنی کشیده است. پرزیدنت پولی که هر یک معلم، کارگر، دهقان، دانشجو و حتی طلبه مکتب میپردازد. ساکنان ناحیه وخش قبل از سفر رئیس جمهور به این ناحیه شکایت کردند که مقامات از آنها برای پیشواز رئیس جمهور پول طلب میکنند. از خانواده های کم بضاعت 20 سامانی و از دیگران بیشتر. به گفته ساکنان مقامات محلی حتی از آنهایی که خانه هایشان آسیب دیده است و دولت باید به آنها کمک کند پول طلب کردند. البته این پدیده نو نیست و از آن خود امام علی رحمان 8 سال قبل خبر داده بود. امام علی رحمان با تاکید بر اینکه مردم از پول ستانی ها قبل از سفر او شکایت میکنند از مقامات محلی در سراسر کشور طلب کرده بود که دیگر این کار را نکنند. ولی کی طلب امام علی رحمان اجرا شده بود که اینش اجرا شود؟ 10 سال است. 10 سال است امام علی رحمان به مقامات محلی میگوید به پیشوازش خوانندگان کودکان را نبرارند، ولی آنها میبرارند و خودی امام علی رحمان هم با شوق و لذت به مدح سرای کودکان گوش میدهد. جمعگل اشورا ساکن دهه اتفاق ناحیه وخش یک هفته پیش سنه 22 سپتامبر به رادیوی آزادی گفته بود چند روز می شود که نمایندگان جماعت به خانه‌اش رفته 20 سامانی پول میپرسند. این خانم تاکید کرده که من یک شخص کم بضاعت هستم و 8 فرزند دارم. 2 فرزندم معیوبند. خودمان به پول احتیاج داریم. دیگر اینکه در دهه ما مکتب و مرکز طبی نیست. فرزندان برای آنکه به مکتب روند 8 کیلومتر راه را طی میکنند. در زمین جمعی ماه اپریل خانه هایمان آسیب دید. به جای آنکه حکومت ناحیه به ما یاری دهد باز از ما پول میپرسد. 2 فرزند من از تعلیم تربیت مادر به خانه بیبیش از سواد عقیب نمونه گفته به درسخانه مجبور شده رفتگی است. عذاب میکشند. دختران نمیرفتند مکتب، محضرش ما را سر میکنند. بعد روی پخته ها بعد روی رشته ها گرفته می آمدند. ماشینا سرشون میکردند. 6 کیلومتر دور مکتب 13 میروند. راه در لوی است. مقصد که در راه سگای 10 مرده هست. برای همین سبب نمیتونند فرزندای ما به مکتب رفتن. مقصد با بالای این خیل کارو این خیل مشکلیو مقصد ما را با سود دادن. ما را سود 150 سومون اشتراف کردند. برای همین که طلبا فرزندایش ما مکتب نمیروه. مردم میتپون کد مکتب نداره. های فرزندو میرن یا خیلی تو مکتب نمیرسد. رویش لوی چال میوه در اقل تگی. اینا ماشین گذشته نمیتونن در ایره ها. ما چخیل کسالیمون با بالینسر میبریم. زنکوی همیله دورا میبریم در راه تولد میکنن. فرزندو همش ای مکتب موندگی هست. با ما پرزیدنت میگه که همشون میگه جناب عالی میگرده میگه که مثال بخونن. در کجا میخونن؟ دارم خیلی اغلو. ما رفتیم رئیس پالکوم میگه مکتب تو نکنم نه که طریق حشر میکنم. وجودی حشر نیست. مخمون میجه حشر خریم. سل شش برمونه یک تا صایب پیمون نمیکند به صایب. همین طور قبل از سفر امام علی رحمان به ناحیه اشت هم تماشابینان و شنوندگان پیام از چنین پول جمع ها خبر داده بودند. طبق اطلاع آنها به رئیسان هر محله در جماعت آشابه این ناحیه سپارش شده است از محله اشان 600 سامانگی برای خوراک رئیس جمهور پول جمع آوری کنند. برای خوراک رئیس جمهور این مبلغ در جماعت پانغاز 500 سامانی از محله و در مرکزی ناحیه شهرک شیدان 1000 سامانی از محله را تشکیل داده است. پانغاز جماعت پانغاز بیش از 50 محله دارد. یا بگیرید. غیر از رئیسان جماعت ها حکومت ناحیه مستقیما
با صاحبکاران در تماس شده از آنها از 5 تا 50,000 سومانی طلب کرده گرفته است. با آنهایی که اعتراض کردند توسط مقامات انداز و دادستانی ناحیه فشار آورده شده است. مدیران مکتب ها باشند وظیفه‌دار شده اند 300 سومانیگی برای گل پول جمع آوری کنند. برای گل. یک صاحبکار از ناحیه وخش به ما نوشت که از او برای پیشواز رئیس جمهور 12,000 سومانی پول طلب کردند. این صاحبکار میگوید من در 3 ماه اینقدر درآمد نمیگیرم، از کجا 12,000 سومان پرداخت کنم؟ وقتی گفتم پول ندارم، بعد نیم ساعت از اداره انداز زنگ زدند که مغازه‌ات را تفتیش میکنیم. اگر آنها تفتیش کنند کمش 10,000 پول میگیرند. 10,000 سومانی. باز درد سر زیاد. مجبور همین 10,000 پرزیدنت پولی را دادم و خلاص شدم. گپی صاحبکار رو شنیدید؟ پرزیدنت پولی. پرزیدنت پولی کلمه نیست که تنها این صاحبکار وحشی استفاده برده باشد. این کلمه بین مردم کیها رایج است و بیشتر مقامات محلی هم هرگاه برای پول جمع کنی به خانه های مردم می روند از این کلمه استفاده می کنند. امکان حساب کردن حجم مبلغ هایی که مقامات محلی از مردم و صاحبکاران قبل از سفر رئیس جمهور جمع آوری می کنند وجود ندارد. اما از خبرهای به ما و دیگر رسانه ها رسیده می شود تخمین زد که آن به میلیون ها سومانی برابر است. مقامات محلی هم گاهی با وجود داشتن جمع آوری مبلغ اعتراف می کنند. برای مثال قاسم دولتوف رئیس جماعت وحدت ناحیه وخش به رادیوی آزادی گفته است ما برای خریدن گل مبلغ جمع کردیم و این پول را از نقطه های فروش بنزین، از مغازه ها و از خواجگی های دهقانی جمع آوردیم برای گلکاری کردن اطراف فواره در میدان. این نفر میگوید خیر دیگر از کجا می شود پول جمع کنیم؟ یک کاربر پیام از جماعت پانغازی ناحیه اش نوشته است که رئیسان همه محله ها از مردم پول جمع کردند، اما رئیس محله ما آن را از کیسه خودش پرداخت کرد. نخواست که به مردم گردن کج کند. این گونه خبرها قبل از بیشتر سفرهای رئیس جمهور به محله ها رسانه‌ای می شوند. در شبکه های اجتماعی هم کاربران از جمع‌آوری مبلغ برای پیشواز رئیس جمهور زود خبر می دهند. یادتان باشد ماه اوگوست سال گذشته ساکنان چند دهه ناحیه کوهستان مسجا شکایت کرده بودند که مقامات از آنها طلب نمودند برای میزبانی مهمانان گوشت و برنج و نان جمع آوری کنند. همچنین یک منبع ما از این ناحیه نوشته بود که از خانواده آنها برای رئیس جمهور 100 کیلو کارتوشکا گرفته اند. در ناحیه رشت جمع‌آوری نوشابه، جمع‌آوری کامپوت قبلا خبرساز شده بود. طبق اطلاع منابع پیام اگر سفرهای رئیس جمهور برای مردم دردسرساز است، برای مقامات محلی یک نمود بیزنس محسوب می شود. یک منبع ما قبلا اطلاع داده بود که رئیسان شهر و ناحیه ها برای به نقشه سفری رئیس جمهور وارد کردن ناحیه اشان حتی به دستگاه رئیس جمهور رشوه می دهند. البته تمام این مبلغ ها به کیسه رهبران ناحیه ها نمی رود. پیشواز رئیس جمهور واقعاً هم مصرف های هنگفت دارد. تنها آرایش صحنه هزارها دلار، گاهی بیش از 10,000 دلار مبلغ می خواهد. طبق اطلاع یک منبع ما برای تنها آرایش گلهای صحنه نشست رئیس جمهور در نوروز سال جاری 7,000 دلار پول مصرف شده است. 7,000 دلار. این عکس از باختر هم نشان می‌دهد برای ساختن رمز تاجیکستان از گل
هزارها دلار مبلغ خرج شده است. مبلغی که از مکتب ها، از کیسه های معلمان به این هم قشاق و خوانندگانی که برای خریدن دفتر و قلم پول ندارند جمع آوری شده است. قیمت هر کدام از این گل که شمارشان حدود 5000 دانه است حداقل با یک نان برابر می باشد. یعنی اگر بجای این گل ها نان خریداری می شد و به خانه های کمبزاعتان تقسیم می شد، تمام خانواده های کمبزاعت شهر باختر برای چند روز با نان تامین بودند. تماشابینان گرامی، این بود برنامه امروزه دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net.